شافعی رحمت الله علیه می‌فرماید اعقل الناس من ترک الدنیا قبل ان تترکه. عاقل‌ترین مردم انسان‌هایی هستند که محبت دنیا رو ترک میکنند پیش از آنی که دنیا آنها را ترک کند. و انا ارى قبره قبل ان یسکنه، و خانه آخرتشان را، قبرشان را منور و زیبا میگردانند پیش از آنی که به آن خانه آخرتشان روند. ورضا ربه قبل ان یلقاه، و پروردگارشان را راضی میکنند پیش از آنی که به ملاقات پروردگارشان بروند. و برا والدیه قبل ان یفارقه، و پدر و مادرشان را راضی میگردانند، دعای نیک آنها را میگیرند، خدمت میکنند پیش از آنی که پدر و مادر آنها آن جوان را ترک کند یا این جوان پدر و مادرش را ترک کند. پس ای برادر عزیزم، حضرت علی کرم الله وجهه با جمعی از دوستانش از نزد آرامگاه قبرستانی میگذشت و فرمود اگر خداوند جل و علا در یک جمله نصیحت کردن به مرده ها میداد، چی فکر میکنید آنها چی پندی برای زنده ها داشتند؟ همه ساکت بود، همه آرام بود. سپس حضرت علی کرم الله وجهه فرمود اگر خداوند جل و علا در یک جمله نصیحت کردن رو به مردگان میداد، آنها میگفتند و تزودوا فان خیر الزاد التقوى، توشه بگیرید که بهترین توشه تقوا و پرهیزگاری است. برادران عزیزم، با تقوا زندگی کنید، با خدا زندگی کنید و همیشه نکوکار باشید. در پناه خداوند.